چی بگویم یک تفکری قالبی پیدا شده است که وقتی که آدم به این یا منصب رو اشغال کرد حتما باید که تا لحظه های آخرین در همونجا مثلا کار کردنش در کند و بعد از اونجا رفتنش در کند. سو رئیسان هستن که در وقتی آزاد کردن از مثال همون وظیفهشون باعث مثال یکم کسلی میشوند. این در کار نیست. اگر وای وقتی که مرد باشد تنبولی وای مرد ایداس مرد بسیار کارها میاد رفتد در یکم جای دیگر مرامت کار کند که از جهتش اما چیش برای او داشت. من در حیات زندگیم یکم کار دارم کار کردن نیستم من رئیس چیه معلوم چیه چی کار میکنه با خاطر از عهده وظیفه خدمت بر اومدنش باید به استعفا رود با همون خاطر روشا که واقعا اگر خدمت خلق درست پیشنهاد کنند و یا خلق هم طرفداری میکنند که واقعا باشه در وظیفه خود. برای حرمت و احترامشون هم در جامعه از روی منصب است. برای همه تکبری و همه منم میگم که به حرمتی نسبت انتخاب کننده های انتخاب شده از روی همین است که به هر راه و واسطه به منصب میرسند و بعد خودشان شاه و تابشون وزیر چی کاری کردن میگیرند. وقتی که من شنیدم که جناب عالی میگوید که در ناحیه رودکی زمین فروشی به درد بی‌دوا تبدیل یافته است من در تحیر افتادم. اوای به فرمان کی تعیین میشود؟ ما هنوز فرهنگی چی نداریم چون یک با خواهش خود از وظیفه رفتن مثلا وقتی که با 30 سالی عرض کردیم که رسیدن با خواهش خود عرضه نوشته رفتن نداریم با اختیار خود. خیر رئیسان که در همین کار وقت کار فعالیت که هم قانون روینا میکنم و البته وظیفه گرفتن در کار. عموما در مدنیت منصبداری جمهوری ما وظیفه‌ها umrbod شدیان. یگام کس برای بی‌مسئولیتی از منصب استعفا نمی‌رود. با کدام راه ویا منصب میگیرن من گمان دارم نه که حالت کار تا چه درجه تا سطح بلند واقفن از حالت کار من گفته نمیتوانم.